سلام به کاربرای عزیز. من میخوام اینجا یک نمای کلی از نرم افزار آیگیرین رو توضیح بدم که متوجه شید که چه امکاناتی رو داره. البته به صورت خلاصه هست، ولی هر کدوم از قسمت و امکانات رو جداگانه در همین کانال فیلم گذاشتم، میتونید مشاهده کنید. اول قسمت اون بالای نرم افزار هست که انتخاب ارز پایه هست که باش فاکتور یا سند صادر میکنید، که میتونید هر کدوم این ارزها رو انتخاب کنید. با کلیک روی هر کدوم از این ارزها انتخاب میشه. دوم حالت نرم افزار است که در واقع داشبورد نرم افزار عوض میشه و اینجا الان ایزی هست. موبایل شاپ وقتی کلیک میکنم عوض میشه، میبینید که منوها عوض میشه هر کدوم. حالت ایر ایجنسی یا آژانس های هواپیمایی که میبینید عوض میشه. در واقع این نرم افزار یک نرم افزار، چندین نرم افزار داخل یک پکیج هست. اینجا صدور پاسپورت، بلیط، ویزا. باز اینجا اگر کلیک کنم حالت هاستل یا هتلداری که اینجا باز عوض میشه. رزرو تخت، اتاق‌ها، مسافرای هتل. حالت لاجستیک یا ورهاسینگ اینجا باز عوض میشه. ورود کالا، خروج کالا از انبار، محاسبات کالایی که در انبار بوده. و حالت ادوانس یا حسابداری پیشرفته که اینجا میتونی حتی سند حسابداری دوبل هم مشاهده کنید، یا چارت آف اکانت یا چارت اکانت ها. من حالا حالت ایزی رو اول توضیح میدم براتون. در حالت ایزی سیگمایی که هست: صدور فاکتور فروش، ثبت دریافت بخش نقد، تعریف کالاها، لیست کالاها، ثبت موجودی اولیه کالا، ثبت لیست یا کدینگ انبارها، چاپ برچسب بارکد، ثبت فاکتور خرید به صورت اعتباری، ثبت فاکتور خرید نقدی، پرداخت بخش نقد به حالا ساپلایرها یا فروشندگان یا هر کسی که شما می‌خواید مبلغش پرداخت کنید از حساب شرکت، ثبت هزینه ها. این طرف لیست مشتریان، لیست فروشندگان، مشاهده گردش حساب اشخاص، مشاهده گردش وجه نقد در صندوق، مشاهده سود و زیان و گردش کالاها که میشه اینونتری ریپورت. اینجا قسمت گزارش فروش کالاها به صورت در واقع انتخابی یا فیلتر شده، مشاهده سود و زیان فروش کالا یا اینوایس پرافیت. این هم گزارش وات هست بر مبنای فاکتور فروش که صادر میکنید، جمع وات شما رو محاسبه میکنید. این بالا هم یک سری منو هست. اول پایین توضیح بدم. این کادری که میبینید در واقع لوگوی شرکت خودتون رو تنظیم میکنید، بعد توی فاکتورها سربرگاه چاپ میشه به صورت اتومات. من کلیک میکنم میبینید که اینجا میتونید مشخصات شرکت خودتون رو بنویسید، لوگو رو انتخاب کنید و ثبت رو بزنید و در تمامی فاکتورها این سربرگ برای شما جنریت میشه. قسمت منوی بالا فایل هست که شامل ایجاد کمپانی جدید یا دفتر مالی جدید، برگردوندن اطلاعات یا بکاپ گرفتن یا وارد کردن لیست کالا از طریق یک فایل اکسل. قسمت اکانت که شامل کدینگ حساب‌ها هست، معرفی کالاها، انبارها، مشتریان، چارت حساب‌ها، حساب‌های بانکی، فروشندگان یا سلز پرسون سیستم شما، کاربران یا کاربران برنامه که با رمز و پسورد وارد میشن، لیست دستگاه کد، شعبات شما. قسمت بگینینگ که شامل بگینینگ اینونتوری یا موجودی اولیه کالا. قسمت ایر تراول همون منوی سریع به آژانس های هواپیمایی هست. ریپورت شامل هر ریپورت که بخواین اینجا هست و به اضافه بالانس شیت. قسمت ستینگ تنظیم محل ذخیره فایل های شما یا اطلاعات حساب شما که میتونه آنلاین یا لوکال باشه. تنظیمات ثبت فاکتورها و ارزها. قسمت ادمنستراتور در واقع ما تنظیمات زبان هست و بازیابی فایل‌های فاکتوری حذف شده. یعنی در واقع در این نرم افزار هیچ فاکتوری حذف نمیشه، از دید پنهان میشه و در محاسبات نمیاد، ولی همیشه هر سندی حذف بشه به صورت رکورد میمونه. قسمت راهنما هست که به وبسایت شما میرسونه و در واقع آپدیت میکنه و اینجا هم که خروج. تمامی این قسمت ها باید برای شما توضیح داده خواهد شد.